به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز، با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. برادران عزیز، اگر صدا و سیما خوب باشد خواهش میکنیم که نوشته میکرده که صدای ما اگر درست باشه انشاءالله که شروع میکنیم برنامه. خب خب برادران گرامی قدر، اینک صدا خوب باشد تشکر زیاد. خب چی گفتنیم برادران گرامی قدر؟ ما برادرای عزیز، من به همون یک نتیجه اومدم که دیگر بگیم که برنامه ها را بگیم که طولانی نکنیم. من یک سل گذاشتگی بودم برای خودم، پیشنهاد کردم به مردم، ندیدم من دستگیری از طرف مردم. باور بکنید ما را 85% بیننده هامون به ما آبونه شدگی نیستن، یا که بگیم که مردم دستگیری نمیکنن. برای چی؟ مثال من همین برنامه ها را بکنم برادرای عزیز، وقت صرف میکنی، نمیدونم این مردم چه بگم خودشون به خواب گرفتگی. برادرای عزیز، لوبای مخالفی که میخیزه زیر لوبای رژیم که صحبت میکنه، او اون رژیم بهتر میخواه یک فضا بیاره برای مردم، برای ملت. یکی متاسفانه مردم ما امروز همین رژیم قبول کردگی. ما پیشنهاد میکنیم برادرای عزیز، شما بگیم که گودک پلی میگیرین، مکتباتون بیپل میشه، دخترتون بیپل میشه و شما بگیم که یک زندگی درست میکنه برای مکتب گودکتون، شما دیگه 50 سوم 100 سوم هر ماه نمیتی، کوچه هاتون اسفال نمیکنی، مکتب یا که مکتب و مدرسه و مسجد شما نمیسازی. این کاری حکومت های. اگر در شما همین حکومت رحمانوف محقل باشه، من بگم که به همون جای درکاری ما آمدم. اگر مردم اینجا فکر بکنن که الماز یگان کس بگیم که کمک کرده است امروز مبارزه را میپرتوه، مثال مردم کیدت میکنه، یک نفر بیاره که بگه که من الماز 50 دیرم دادگیم، 50 دیرم من در مبارزه رسخات کردم، نکی نگرفتم. من برای پل مبارزه نمیبرم، برای چیز من مبارزه نبردم. من برای آزادی ملتم، برای آزادی مردم، برای برادرای زندانی، برای ناعدالتی ها در تاجیکستان مبارزه میبرم. وقتی که من پیشنهاد میکنم، وقتی که مردم مرا قبول نمیکنه، چه من دلشی بگیم که مبارزه ببرم. و همین خاطر من امروز میخواهم که خیر خش بکنیم و بیننده ها و طرفدارها و مخلص ها و کسانی که هستند، من میخوام خیر خش بکنیم به مردم. این طور قطعی نمیشود این رژیم بگیم که از بین برده. باور بکنید بر رحمانوف استعفا گفتن از 8-10 هزار کیلومتر این غیر امکانه. و همین خاطر من تصمیم گرفتم که دیگر بگیم که برنامه کردن این فایده نداره. اگر فایده میکرد تا سال 2021-22
فایدهش میرسید. یکی از سپس من نمیدونم، کسی مبارزه برای من کار ندارم. مرحمت. مردمی که در اروپا دستان در نکنه، اروپاش ای شما، تاجیکستان ای رحمانوف. من دستام تکیدم، خدا میگم فقط نگهبانتون باشم، خلاص. این طور قطعی نمیشوه. مبارزه برده این طور نمیشوه رحمانوف بگیم که از بین برده چپه کرده این رژیم یک رژیم درست آوردن برای تاجیکستان. فکری من است. هر کس حق داره که فکر شخصیش بگه. در دولت‌های دموکراتی زندگی داریم، دعوای دموکرات داریم. فکر شخصی من است که با این برنامه‌ها من لیشنه یگان کار کردن نتونستم. ما در چند برنامه‌ها بود میخواستیم که خودمان نشان بدیم، متاسفانه نتونستیم خودمان نشان داده. باید مخالفین میگیم که یکم خچه ایس پس نشان بدیم که بعد بگیم که مردم در بر او بیسته، برای که دیگه مردم ما را باور نمیکنه. سببش مخالفا خودتان میدونن که برای چی ما را باور نمیکنن مردم. به همین خاطر باید ما کاری بکنیم که هموطنان عزیز فایده بیاره برای مردم، برای ملت، برای دولت. باید فایده بیاره، نه اینکه زلال. ولی اینجا سوال پیدا میشه که نمیدونم اونا یا که سومش دادن بس کرد یا که نمیدونم فشارش آوردن. یگان چی آوردگی نیستن. نه فشار آوردن، نه یگان کس گفتیم که تو بس بکه. تصمیم خودم بود اولش من گفتگی بدم که برادرای عزیز 10,000 نفر تا یک روز معینه. درست من روز چه نگفته بودم تا همین روزا بود. 1 میلیون گفتم بتیه اجاتون نخیزه. من رحمانوف یک طرفم اینم بیای همه مخالفو بیای یک دولتی مردمی میسازیم. نه میجه یک مخالف پرید، نه یک میجه بگیم که مهاجر پرید، نه یک میجه بگیم که وطندار. به همین خاطر برادرای عزیز من فرزندان کلان شدگی دیگه باید بگیم که بگیم قفای خانه و در قفای بگیم زن شوتی شویم. پرسته من میخوام که همین برنامه را ببرم، نه که نتیجه نداره برادر عزیز. سالها میشینیم همه گپا گفتگی هم. همه نوارها هست. رحمانوف چخل زمین فروخ به خیتا یا که به قرغیز ها داد. کدام کمبدی رحمانوف بگیم که شما بگیم ناموس یا که وجدانتون بیدار میشه مردمی تاجیک میخیزی یگان کار میکنی. به همین خاطر من تصمیم گرفتم که دیگه بگیم که برنامه نمیکنم. من بعد میبینم من راضی نیستم به چند قانونهای رژیم امروزه. نه که من یک طرف نیستم. مرحمت. من اگر کسی را خفه کرده باشم، من اگر کسی را رنجانده باشم، من بخشش میپرسم، درکار شود جوابم میتیم که بگیم که اگر خطا کردگی باشم آمادم جواب بدیم یا که بفهمونم که اونجا چی گپ شدگیه. به همین خاطر میگن که غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در این جهان نیاسوده است. غم دین خور که غم دین است، همه غم ها فروتر از این است.
به همین خاطر برادرای عزیز دعوت من چیه؟ دعوت من همین است که روزاتون رو بگیرین، نمازتون رو بخونین، شکر هستیتون رو بکنین. انشاءالله که خوب میشه همش. من نگاه بکنه که دوستای عزیز، من تصمیم گرفتم که تا همین چنه گفتگی بودم که تا یک مدت من مبارزه میبرم ببینم که اگر $1,000,000 یا که 10,000 نفر جمع شد در اطراف من آمادم که در تاجیکستان یک دیگرگونی بیارم. که متاسفانه ندیدم. برنامه من ممکن به مردم پیسند نیست. 500 تومان ممکن کمه، برای که رحمانوف 30 و چند سال شد یا دیرم نمیتیه. یا که من میگم که سوید برای شما میتیم، فکر میکنن که من نمیتونم سوید داده، یا که فکر میکنن که دخترشون به پل میشه خیال، فکر میکنن که من نمیتونم من این کار کرده. این فکری شما است، شما حق داره که این فکر را بکنی. من زید نیستم. هر کس من آزادی میخواهم. من رحمانوف نیستم، من واسیفم. من میخواهم که هر کس فکر نظری خودش داشته باشه. مثلا یک نفر برای بگه که تو دوام محقل نیستی، ما نمیخواهیم تره. حق داره. بعد باید که او انسان من نمیخواه بگیم یک حزب حرکت دیگر میخواه من بگیم که او انسان رو برام زندان بکنم یا که قدش قهری بکنم. نه، ما هموطنیم، همزبانیم، تاجیکیم، تاجیکستانیم. باید که بگیم که بین ما خیلی خصومت نباشه. فکرها باید باشن، عقلها رو عقلها یاری میدهند. به همین خاطر باید رقابت باشه. اگر رقابت نباشه جامعه سالم نمیشود. به همین خاطر برادرای عزیز، من دیگه نمیخوام دیگه طولانی صحبت بکنم، برای که نه وقتی مردم بگیرم بگیم که برم ایقافای زندگیم بشم، او خوبتره. من یارم، رفیقم، شناسام یا که کسانی که در تاجیکستان زندگی میکنن، باور بکنین همه خیلی مشکلی ها هسته. میگن همه 100% دت محقل نبود همین رژیم برآمدی برفتی برای قفای کار رد بشه. مقصد ایت زورها در همون جانی چی کار نکردن. دیگه درسته، حق دارن اونا که این فکرها را بکنن، بگن این سخنها را. منه این حق لبو انسان داره. کسی که چیزی میخواه بگه، تنها دشنام اخورت نباشه، میتونن که فکر نظرهاشون هر انسان بگه. به همین خاطر خب برادر عزیز، من آخرون برنامه من کسانی که میخواهند صحبت بکنم بیای از برای خدا صحبت میکنیم. من 1 ساعت یا که 2 ساعت اما بگیم در برنامه میمونم. انشاءالله که پس اون بعد بگیم همین قطعی خداحافظی میکنیم. دیگه برنامه درخش حق به آخر میرسه. برادر عزیز، من برنامه پیشنهاد کردم که مردم قبول نکرد. وقتی مردم قبول نکنم، من رحمانوف نیستم که در طور سری مردم چهارمغز بشکنم و بیستم. توکلتون به خدا، 1000 حزب، 1000 حرکت، 1000 گروه مرحمت بپیوندید. ولی زیاد نفرها میگن که بگیم که زلال میارید برای مبارزه. من اگر در مبارزه کمک نکرده باشم، نه که کار من میکنم که لااقل زلال نیارم. راست ما مردم اهمیت دادم، هممون کنایه‌گویی در زوریم. همدیگری مونه به یک طرز
نمیدونم به مثل افندی گفته میفهمونیم. بعد من یک چیزی دیگر همینجا میخواهم بگم که برادرانی که ایمن قرض داره، برادرای عزیز، من خواهش میکنم که همون قرض ها را بگردونید. یا خیلیش 2 سال 3 سال شده باور بکنید فراموش نکنید. وقتی که شما ضرور بوده برادرای عزیز زنگ زده ما کار شما را بد کردیم. امروز در من سوم در کاره من قرض نتی اون پلایی که قرض گرفته کو مرده گوره همون بوتی او آدمایی که صدقه کردگیم او آدما در من گپ ندارم. کسی از صدقه گفتگی دادگیم، کسانی که قرض گفته گرفتگیان انا مو انسانو در این گپای من دخل دارم. خواهش میکنیم که مردک بشین سومای منو بگردونین. خلاص من قرض نتین، در من قرض در کار نیست، همون سومی خدمت بگردونین. خلاص من ممکنه اروپا میبرم، ممکنه این چیز. به همین خاطر خواهش میکنیم که در همین قضیه به طرف نباشه. من زیاد این مسئله صحبت نمیخوام بکنم. برای در تماس خواهش میکنیم که در من ضروره سوم در من در کاره که باید من یک کاری بکنم. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه همون نفرایی که قرضدار هستید. کسانی که صدقه دادم از برای خدا. من ولی جد مردم میگن که چندین سوال ها در سر مردم میآید که مقصد مخالفین یک جای نیستن یا که یگان چی. من یک چی میگم ده برادرای عزیز نگاه بکنید که من به همه این مخالفا رفت بیا داشتم، بگیم که کمکم کردگیان، کمک کردم. من نام نمیگیرم، همون گروه ها و حزب ها را مثال میگیریم. مثال نفرهای بودن که برای استریم من کمک کردن، برای کانال یوتیوب کشادن کمک کردن، بودن بچه های 24 بودن دستگیری کردن، دستشان در نکنم. بگیم که در چند کارتینکه سازی و یک برادر به نام برنامه ساز، یک برادر دیگه بگیم از روسیه کمک کردگی. مثال چند برادرایی که در اروپا هستن، بچهای نهضت هم، بچهای 24 هم، چند بچه‌ای که در یگان حزب حرکت ها نیستن اونا را مثال دستگیری کردگیان. مثال ما یک جای مردم، شما فکر نکنید که ما یک جای نیستیم. راست من نمیدونم ایو طرف شما دیگه خیلی میبینه یا که چه خیلی هست همینجا. به همین خاطر دیگه تحلیل رحمانوف ایخل رحمانوف رحمانوف همه گپا را گفتم دیگه. فقط باید مردم بخیزه یگان کار بکنیم. خلاص یگان چیز دیگر نیست. با استعفا گفتن نمیدونم با طرز دیپلماتی با رحمانوف کار کردن نمیشه. گذشتگی ما طرز دیپلماتی خطیش صلح کردن، امروز دگی جان دیده شده. اینا تنها ریشکاو میکنی. خلاص دیگه یگان چیز دیگر نیست. بچه 10 میلیون ما اینا 1000 نفر نیستن. 1000 نفر همین ها نیستن. قطعی بچه و نبیره و کبیره و همش. باور بکنی ما اگر تف بکنیم همین انسان ها تای آب میمونن. یکی متاسفانه مردم ما نمیدونم یا که واقعا شما راضیه در همین رژیم.
خب کسانی که میخواهید صحبت بکنه برادران گرامی قدر لینک در زیر نوارم گذاشته در کامنت هم ذکر ریپیت کرده گیای میگم که اگر کسانی که میخواهند صحبت بکنن مرحمت بیای امروز روزی آخران است دیگر من پخش زنده نمیکنم دیگر بگیم که میرم از صفای زندگی که مردم جمع شید من همو المازم یا که همو عبدالخلیل هستم که بازم در همو میدان یکمم خیلی نه که من رفتم و دیگه تمام چاپلوس شدم یا که نمیدونم طرفدار رحمانوف شدم خیلی گپ نه من رحمانوف بعد میبینم رژیم رحمانوف دوام پسند نیست برادر من زندانیه من بسیاری چیزا ما گرفتگیه که من راضی نیست نبودم به هیچ چیز من طلب کردم به جایی که بگیم که من دستگیری بکنن گرفتن گفتن که اینا خائنن بگیم که برای که برادر من طرفداری عزیز سعید کرد یگان نفر نبود که در تاجیکستان بگیم که طرفداری عزیز سعید رنگ برادر من بکنه گازتی چی بود نمیدونم نجات بود یا که این نهضت بود یا که نگاه بود در یادم نیست در یک رسانه گفتگی بود که من آمادم اجازه زید سعید زندان بشم زید سعید زندان نکنی نه بچه زید سعید گفتگی نه بچه دیگر زندانیای سیاسی که گفتگی باشن که ما آماده ایم اجازه فلان انسان زندانی بشیم نکو انسان زندانی نکنی برای که انسان ده ها و هزارها آدم‌ها صاحب جای کار کردگی نان میخرن انسان ها و زید سعید من یا آدم بیکار خوجام من برای زندان بکنی یگان نفر گفتگی نیست نه که من یگان نفر ندیدم که من گیلرم ندارم یگان نفر این را مبارزه میخپن یک کس برن زندان میکنن یک کس میکشن یک کس گریزه میکنن یک کسی دیگه تا فلان میکنن من یگان نفر گیله ندارم که مقصد دستگیری نکرده یا که یگان چیز من نیازم ندارم به دستگیری من اولش گفتم هدف من پل جمع کردن نبود من گفتم که برادرای عزیز برای من در مبارزه من یگان دیرم در کار نیست من خودم شرایط دارم که همین کارها را بکنم اومده کرده رفته شدم نه که تصمیم گرفتم که دیگر با گفتن نمیشه و رحمانوف تنها یگان راه دیگر پیدا کردن در کار من در جستجوی یک راه دیگرم برادرای عزیز اگر راه پیدا کردم انشالله که بگیم که در برنامه‌های برادرای مخالف در یک تشبه مثل برادر محمد اقبال یا که اشورف یا صدای مردم یا که و یا طریقی که انشالله میبرم با مردم صحبت میکنم بگیم که مردم بگیم میگیم که ما چیکار کرده هستیم نکی خیلی بگه که شما من رنگ هر دفعه در یک هفته 2 بار 3 بار یا که 1 بار برنامه کردن این چیز ای بین میروه این شرایط من دارم من بگیم که 2 ساله من میتونم که همیشه مبارزه ببرم راست این چیز برای من نتیجه دادگی نیست به جایی که من فایده بیارم زلال آوردگیم در همین مبارزه به جایی که فایده بیارم برای خدمت زلال آوردگیم برادر ما 7 سال زندان کردن مادر ما به خانه خدا نموندن از سمالیات فرو آوردن هزار مشکلی‌ها بگیم که به جایی که من یک کاری خوب بکنم یا که کمک بکنم پدر مادر ما نمیتونم کمک کرده کاری کردم که از خانه خدا محرومش کردم کاری کردم که برادر ما بازم 7 سال دیگر علاوه کرده این خیلی مبارزه بگیم نکنیم وقتی که میگیم نمیکنیم نه همین خیلی میشوه وقتی که آدم میگه و میکنه یگان گپ میشوه من با هم تصمیم اومدم که دیگر جای گپ زنیش نیست اگر مردم میخیزه یگان کار میکنیم من آماده ام
ما یک برنامه داشتیم برای سفرهای رحمانوف در ولایت سوخت که بگیم رحمانوف یک با پامیدور نمیدونم با کلوشه با کده با یگان انار سیوه بزننش. متاسفانه نه آدمش پیدا شد نه یک مقدار مبلغی بود که برای همون نفرها را بگیم که ای ترانسپورتش ای جای خوبش ای همه چیزش ابیسپیچویت کردن یک چند نفره که هم کار میکردن واقعا ای جانشون گذشتگی بودن آماده بودن که برام 50 سالی زندانشون بکنن رحمانوف و پامیدور رو نمیدونم به یگان چیزی که بزننش یا اعتراض بکنن بگن که ما راضی نیستیم تو فقط دخترها رو 3 ماه پیش که تیار میکنی میاری نمیدونم آدما رو گزید میتین که شما سرود و شعر از یاد بکنین که رحمانوف میاد پیش رحمانوف بروی بخونه از 2-3 ماه اوس مردم پیشکی خبر میکنن که رحمانوف میاد شما تیاری تو ببینید با کدام انسان ها باید بگیم که یک قد بسشون یک خیله باشه بگیم وزنشون یک خیله باشه شروع باشن همون انسان ها مثال میان تارت نمیدونم کلچه و یک چیز به پیش رحمانوف میارن اون انسان ها پرورکه میشوند 7 پشتشان کی بودن آدمایی که کم ترک پدازرینی دارن باور بکه شکارچی ها را بگیم که یراقاش نداش میگیرن که وقتی که رحمانوف به یگان شهر ناحیه‌ها سفر میکنه رحمانوف زیاد مینوساش در دست من هست من زیاد چیزهاش میدونم برنامه‌هاش میدونم که کیا گیجو میروه من با یک آدم نزدیک رحمانوف صحبت کردم نیکی دستگیری نیست مردم ممکن برنامه من نمیخواد زیاد نفرها هستن که با برادر عزیزی کار میکنیم و کار میکنیم نه یک زبط پیدا بکنه که من گفتگی باشم که برای رحمانوف بکشه من زیدم که یک از رحمانوف یگان کار میکنه رحمانوف باید زنده قپید در نزد قانون جواب داد او سمایی که دزدیده است او سما رو بر بگردونه ما در تاجیکستان یک زواد یک فابریکه یک چیز بسازیم که این مردم ما در روسیه مهاجر نشوند این هیچ چیز من میخوام من نمیخوام که در فرهنگ سیاسی تاجیکستان بگیم قتل کشتار باشه که تگم منم سر قدرت بیام ممکن من در کسی دیگه مخل نیستم او انسان بیا منو بکشه نکشه برادر عزیز آدم با کشتن رای مسئله حل نیست این مسئله رای حلش نیست که بگیم od نفر بکشی بگیم که خلاص اون انسان باید در نزد قانون همون قانونی که در همون کدام دولتی که نباشه باید در نزد همون قانون جواب بده رحمانوف چه یک در یک دولت دموکراتی یک آدم نیپریکسنوی نمیشه که دخل ناپذیر شما بسیار بار کلاتون کار بفرمایید این انسان چه کاری میکنن نمیکنن در نزد قانون اینا جواب نمیدن اینا ایناپلانتیانن اینا خارجیان من میخوام که لوبای کس در نزد قانون باید جواب بده این خیلی گپ نیست که تو رئیس جمهوری تو بچه پرکراری بچه گنرالی باید جواب ندی من هیچ چیزا میخوام من یک گام چیز دیگر نخواستم من دعوت نکردم مردم که بیا تیر تو بگیریم بریم پرون بکنیم نه برادر عزیز برای انقلاب مردم بخیزه طلب بکنیم که ما سوید بته ما جای کار بته همین چیزها یگان چیز دیگر نه پروسه چندین نفرها میخواستن که بگیم از طرف حکومت هم بود که میخواستن که منو بگیم پادستاوا بکنن گفتن برادر عزیزم هیچ چیزش هسته فقط یه دهان سخن که ما میریم هم کار میکنیم برادر عزیز من کبیری نیستم من او پاپولار نیستم من او گروی نیستم او آدمی که یگان کار میکنه به گفتن منم میروم میکنم راست میخواهم که حیوان سو استفاده بکنن من زبس بکنن بگن که همین انسان گفت که برای رحمانوف من رحمانوف گفتم این گهراره که چشم نگه میکنم من
در پیش این مردم من در همه گپم ایستادگیم. شما فکر نکنید که من اگر از مبارزه میرم پگه یگان گپم بشوه، من در همه گپم ایستادگیم که اگر رحمانوف بمره من رحمانوف نمیگذارم که در خاک گورش بکنم. من یک حیات در اروپا نمیدونم در روسیه در یگان جا کار میکنم به مثل لنین رحمانوف من بگیم که نگاه میکنم. موزه میکنم به نام رحمانوف، موزه پیشوای ملت. همیشه به حرفای زرین نوشته میشود، تاریخ میشود. این چیز رحمانوف باید در خاک سپرده نشود. این چه یک آدم دخل ناپذیر است. این یک پیشوای مقدس نجات بخش سیاره تاجیکا است. چه شما نمیبره در خاک میپرتوی؟ کجاشی شما را وطن دوستیتون؟ کجاشی شما پیشوا دوست داریتون؟ ما همین منی مخالفه که بگیم بعد میگم همین رژیم رحمانوف، بازم من میخوام که همین کار را بکنم. باور بکنید رحمانوف نباید در خاک گذاشت. من با یک مشکل نمیخوام که رحمانوف بمره، نمیخوام که بگیم که بکشنش. من میخوام که یک طریق قطعی ما رحمانوف دستگیر بکنیم، بگیم که زندانش بکنیم. وقتی که میمره اناوچین باید ما رحمانوف تای خاکش نکنیم، برای حرمتش، برای پیشواگیش، برای نجات بخش سیارش، برای ایخ کتاب‌های نوشتگیش، برای ایخ خدمت‌هایی که 30 و چند سال به مردم تاجیک خدمت کرده است. این چیز تاریخ میشه برادرای عزیز. یک گروپی بگیم که شیشگی رحمانوف همونجا استوریاش بگیم در درنی همون زالش چه کارهای خوبی و بدی که کردگی برای ملت اونجا موزه میشه برای تمام مردم تاجیک بیپل. میای بگیم که شما آرزو میکنه که رحمانوف ببینه نمیبینیش. انا بعد ان شاء الله دیگه هر روز میوه در طور سرش تخ 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 میزنه. من در همون گپم ایستادگیم. من نمیگم که ای بودجه دولت این سوم از خود بشه که رحمانوف نمیدونم دوخی کریم بشه که بو نگیره. من آماده ام که همین کارا بکنم. این ای دوست داری ما رحمانوف اگر طرفدارات یا که نمیدونم خیش تبارات یا که اما آدمایی که نزدیکت فکر نکنن که من ای بدی گفته شدم. من ای دوست داری ما میگم. این یک نمود اوورژنیه برای تو. یک آدمی که بگیم هم پیشوا یا هم ایق کتاب ها نویسه که تو عالمی. به همین خاطر من سخن دراز نمیکنم برادرای عزیز. من اینجا میخواستم که یگان نفر می اومد بگیم که صحبت میکردیم، نکی یگان نفر هم نه اومد که صحبت بکنیم. من اینجا چی گفتنیم زیاد بگیم که صحبت نمیکنم برادرای عزیز. اوجه تا 40 دقیقه شد، یک چند دقیقه دیگه میمونم، یک ساعت ان شاء الله که خداحافظی میکنیم. بعد نگاه بکنید که برادرای عزیز همه مشکلی ها را میدونن مردم. چی مشکلیه در تاجیکستان میدونن. شما فکر میکنید که این همین برنامه‌های همین مخالفین همین چیزها اینا تا یک جایی را فایده دارن. اگر فایده نداشته باشه بگیم که لوبای حکومتی که هست رسانه ها را بخچه نمیگیره. رسانه جای پروپاگاندا، مغزی سری انسان شوشتن. به همین طریقه که ما میبرویم مثلا در یوتیوب، در فیسبوک، نمیدونم در تیک تاک، در یک جای میبرویم صحبت میخوایم بکنیم که مردم در گرد ما جمع بشه و مثلا 400 نفر 300 چند نفر تماشا داره. اگر برنامه دوام دادن بگیره بالاخره در مغز سر این انسان ها میشینه که باور بکنه یکم تقریبا سال 2013 14 تا هم چنه یکم کس نام رحمانوف که کج نمیگریف. جناب عالی پیشوای ملت این همیتری باور بکنه. بعد یکی رحمانوف تپک شده، یکی بعد رحمانوف نمیدونم استعفا شده،
ҳазор гапое ки дигар бигем так чанд гапои дигар. барои чӣ? Барои ки мардум бирмадан бачаҳо воқеан он нафарое ки бирмадан мубориза мебурданд ӯ инсонҳо дигар ҳастанд. то ҳолиам касоне ки ҳамо давраҳо мондагианд, ҳарчанд агар канорам рафта бошанд, не ки ӯ инсонҳо содиқанд. бовар бикунед, одамо кору боршон дига буд, даъватҳошон дига буд, мешид ягон кор карда. не ки имрӯзҳо мо ятамуна бад мегем, ятамуна чашми дидан надорем. ба ҳамин хотир то вақте ки мо бародар агар нашем, бигем кибру ғурура аз байнмон дур накунем, даруғае ки мо пирӯз бишем. просто бисёр чизоро дидам. من نمیخوام یگان کسا گنده بکنم، یگان چی بگم. просто دلتان خیلی میمونه، دیگه هیچ چیز نمیفورم. میگوی برام خدای خود بگم برام. گفت یک برادر کی ای برادر عزیز میگه تا محقل نیسته همین رژیم رفتی برای قفای زندگیت بشه. مثال مستم گپ همه آدم درست میوید. چه درست نمیوید. بست فکر کنیده تو در یک جا هستی میگن که همین انسان ها هیچ کو کردن نمیتونن، بگیم که تنها گپ میزنن خلاص، بعد میوید پیش میبینی بعد یک خلاصه میبروریده خودت. به همین خاطر برادرای عزیز، ما اگر کسی را خفه کردگی باشیم، ای بیننده ها، ای مخالف ها، ای تمام شهروندان تاجیکستان، کسی که ما خفه کرده باشیم، من آماده ام که بخشش کسانی که برادرای عزیز ما را دستگیری کرده، خداوند بگیم که دستگیریاتون در نامه عملتون بنویسه. من چیزی کردم از برای خدا بود، از برای ریا نبود. من برای پل، برای چیز مبارزه نبردم. من برای برادرای زندانی، برای دینم مبارزه بردم. یک برنامه دیگر دارم که اون به مبلغ می شود. من نمیخوام این مردم مبلغ بگیرم. برای این کار باید من 2 سال کار بکنم که اون مبلغ پیدا بکنم و بعد یگان کار بکنم. انشاءالله که خداوند سلامتی من بتیه. 2 سال هم گپ نیست. ما او روز بود یک برادر یک صورت پرتافت، تقریبا 2020 سال بود. بگیم که گولکا به حد مایده بودن. صورت دیدم باور بکنه گو چخیل عمری آدم میگذره. راست عمر میگذره. 2 سال هیچی نیست. 10 سال دیگه ولی هم مبارزه میروه. ممکن 20 سال دیگه میروه. نه که من میرم قفای کارم میشم. انشاءالله که نقشه دارم که 2 سال ده منم کار بد میکنم. اگر بدش کردم 2 سال ده بازم همو جرم با یه بار دیگه دعوت میکنم. اخی در برنامه های خودم در یک کانال نی. امی یگان برنامه های برادر محمد اقبال ای نمیدونم اشورف یگان مخالفین ده میبرم بازم یه بار دیگه مردم دعوت میکنم که من آمادم فقط آدم در کره پل نتیه
بیا یگان کار بکنیم. اگر ببینم که همو جرم مردم نمیخیزه، دیگر فقط امام مهدی اجداد میکنم، دیگر یگان راه دیگر نیست. به همین خاطر برادرای عزیز کسی را چیزی گفتیم، کسی را بد گفتیم، خوب گفتیم، چیزی گفتیم، باید بگیم که آدمیه. من با بخشش پرسیدن یگان جان کم نمیشوه. بگیم که اگر یگان گناهی کرده باشم یا که از شما یگان جاتون زیاد نمیشه. خب اینجا چند نفر قبول میکنه برادرای عزیز. خواهش میکنیم کوتاه صحبت بکنیم برای که برنامه طولانی نخواهد شد در این روز. خب 7+70 برادر عزیز بیا کو. برادر الماز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر الماز من علیش نخفه که برادر الماز با چه گپ شید؟ میگوی که بس منو میرم برادر عزیز. من بگیم برنامه پیشنهاد کردیم برای مردم 75 برنامه. مردم را گفتم که اگر شما منو دستگیری بکنین من همینطوری برای شما میارم. وقتی که من بینم که برادر عزیز من مردم دستگیری نداره، من تا مردن مبارزه نمیبرم. من این اروپا تا مردن مبارزه بردن نآمدم. به همین خاطر او انسان‌هایی که تا مردنشون میخوان مبارزه ببرن، مرحمت میدان ایدله رای کسی میخواد کردن بگیره. این مبارزه با مثل یک قطاره است پاییز. در یک استانوفکا شیشتم تا جای درکاری بگیم اومدم. امروز نفرم با میای اولی قفا با یک پاییز دیگه. اگر بگیم که تا آخر شب میخوام برم، بعد بگیم که دو رسی دیگریش بعد میشینم و میرم. پروست من ندیده شدم بگیم که همو دستگیری را مردم برادر عزیز. اگر دستگیری میشید باور بکنید که من میگم که من برای نمی استریم و برای نمی کامپیوترم مشک نمیدونم این قمی اپاراتورا یگان من نیاز ندارم به خدا. یگان چی نیاز ندارم. راسته زیاد چیزها را میبینم که دل ما شکستگیه. به همین خاطر میگم که بس کنم برم او برای من خوبتره. من گفتم که من به جایی که فایده بیارم فایده نآوردم، زلال آوردم برای خدمت، برای مبارزه را نه. مثال مادر من نموندن که حج بروه. اپشتی چی؟ اپشتی که من گپ میزنم. ای برادر عزیز، حکمت رحمانو شما یه بار کلاتون کار بفرمیده ایمنده یک کورپشه بهتر خوبتره که خنی رحمانو فهمیمه که من 8-10 هزار کیلومتر رحمانوف دورم. من یگان زلال رسانده نمیتونم به رحمانوف یا که به یگان حکمت دار. باور بکنی یک کورپشه ایمن زیادتر زلالش به رحمانوف میرسه. من میترسم که رحمانوف با یگان سانکسیا یا که یگان چیزی برای هم کورپشه ها نبروره. بعدی گپی من به همین خاطر من زلال ندارم برای رحمانوف. من تنها پیشنهاد کردم قانونی. من نگفتم که بیا تیر توپ بگیریم بریم بکشیم رحمانوف و یگان چیز نه. رحمانوف بروه، ما یک حکومتی بگیم که به پیشوا و به دخل ناپذیری و این چیزها باید نباشن. همه در نزد قانون یک باشه. بگیم که سوید باشه و مردم دختر بیتپل باشه، مکتب بیتپل باشه. چقدر که امروز راه میکپونت نمیدونم مکتب مردم میسازن، این چیزا بین بره و این چیزا حکومت بسازه. این قتیلا استحصال میشه گیجا میشه، این برق ما رو فروخته میشه گیجا میشه و این کمر نمک ما تا پاکستان میروند پلاش گیجا میشوند. مثال چوه اینا اچاد اوچاد نمیتیه حکومت. برای همین خاطر برادر عزیز ممکن مردم همین رژیم قبول داره، ممکن مردم هم چیزا میخوان یا که برنامه من قبول ندارن. به همین خاطر بگیم که من
دیگه زیاد وای نمیکنم. گفتیم رحمانوف با چه گفتنی باشه برادر عزیز. برادر الماس ای امام علی رحمانوف کو قسم به الله زنده شه مرده شم کو هم زنده شه هم مرده شه باید در 53 ریشاتکدار کو در یک هفته یک بار ببروی به مردم نشونش دی من هم میگم زنده شه هم مرده شه ایرا برنامه‌اش کشیدگی انشاءالله که من در همون گپم ایستادگیم انشاءالله که خوب میشه همش. خب برادر عزیز همش خوب میشه اگر همون گپی پست بلند گفته باشیم با کلی انسان ها. بازم یک بار دیگه ما بخشش میپرسیم، آماده این بخشش بپرسیم یا که اگر چیز نفهمی باشه آماده هم در زنگ‌های تلفنی جواب بدیم بفهمونم که همین گپ چی شید، چی معنی داره. مثال با اگر کینه در دلتون نسبت من نگیرید. خب تشکر زیاد برادر. خب زنده و سربلند باشی برادر الماس. خدا نگهبان. پناه به خدا. خب اینجا یک به عذاب در اومدیم. بیا به عذاب در اومدیم. سلام علیکم. سلام علیکم. الماس خوبی؟ و علیکم سلام. بله شناختی با فکر الماس؟ شناختم دا الماس نگاه کن که حالی این هیچ چیه این گپه محمد اقبال صدردین، محیدین کبیریت و حسین اشرفت، بهروز، اینها این کاری که میبرند مردم گمراه میکنن یا بیزنس کردن، نه برادر عزیز ما یک فکری ملتن نه در فکری خلقن. شما گوش کنی الماس یا در خمیستی یا که نه نگاه که من خواهش میکنم نه نام کبیریه بگی در اینجا، نه نام اشرف بگی، نه نام دیگر. اگر یگان مشکلی داری برادر عزیز، هوایی هم خیلی برنامه دارن، هم خیلی استریم دارن، میره مدرو قشون صحبت میکنی. من خواهش میکنم اگر تا او طرفی یا این طرفی فرق نداره، من خواهش میکنم که همین چیزا نگو، برای که او انسان ها نمیگذارن که در برنامه های الماس تو آدم همه بروری الماس تو آدم همه بروری صحبت میکنی او دل گردن نمیکنن که خیلی قطیم و کشینن گپ زنن مردم تماشا کنن کی پرفه کی نپرفه مردم فهمه. اما که نگاه که تو از کشیش گپ زدی نمی سخن زدی نگاه الماس این خیلی یک کانال میکشوی بگیم که دارم کانال همون کانال میکشوی اکه خیلی الماس خیلی نبتیوایو منوش اکه خیلی فهمیدی که سه دونه طرفدار شما مثلا نه 3000 آدم که همین خلق مردم همه این من خودم راضیم که پیشوای ملت ما همین روز هست تا آخر باشه، بعد اثر همین هم فرزندش باشه. ما راضیم هممون. اما که فهمیدی که 3 آدم مقصد 3 آدم متگیم 3 آدم 3000 ریال. من زیدی تو نیستم که تو این فکر داری خان تبزن. من مثلا راضی نیستم، بعد وقتی که من راضی نیستم و تو اون طرف راضی باید همین ما یگان جنگ کنیم. نه برادر عزیز نگید که الماس برادر الماس جون الماس نگاه برادرم کسانی که زیدی ملت ما زیدی مقامات ما زیدی پیشوای ملت ما میخزه گم میزنه دولا که دشمن اساسیش مایم. اینم الماس خیلی زیدی همینو ما دشمن اساسی تو من دشمن دیست که پیشوای ملت نمیبود. گوش که پیشوای ملت نمیبود. امروز میدونی پدر همین محمد اقبال صدردین قلندر صدردین میدونی چی کارو میکرد؟ همین حتی خیلی یا باشین چون ساعت که بشی فکر کنم که همین خواهش میکنیم که همون انسان ها در اینجا نیستن، خدای و یا همینجا به همین خاطر منم خواهش میکنم که همین انسان هایی که پیشوای ملت در اینجا نیستن نگیرنوشا. به همین خاطر خواهش میکنم که نوم اونو اگر یک چیز نسبت من گفتنی باشه مرحمت بفرما، غیر این صورت من آخرون برنامه مای به مردم دارم خداحافظی میکنم دیگه بگیم میرم اختفای زندگیمون میشه.
انا براولم در نشده ایرو بگرد الماس بخدو رو یک کار کن مهنت کن پدر ام مادر تا نگاه کن بخدا ای خوب است ای اک الماس این شخصیت ها نوشنه میگیرم نوشنه این شخصیت ها کو همه اولادش در پیشه زن فرزندش در پیشه اوچش در پیشش بود خیلی مرد رفت دیگه او تا اوچوش و یخیلوشونه دیگه در تویسون هم نداره اپا و خوال همه در پرشه اوچو میکنه تسری کلیت را ای اومده سه ای مهاجرا سوشون اومده سه ای خوجه های خارجی سوشون اومده سه چون میکنه دیگه یا نه دوست گپی من چسبید افکرم ای ما چسبید خب برادرای گرامی قدر خب چی گفتن من 10 دقیقه دیگه در برنامه میمونیم اینجا ترسن زاده را قبول میکنیم انشاءالله که بعد همون قطعی میریم خب سلام علیکم سلام علیکم برادر الماس وی چوپلزی لعنتی در اومد هم قصرم وایرون شد که من کو باور کو هم کورم بدک باور گبه کانکریت نیش بلد کورم نیمجه ناو اگه گاب نزنین برومادم سرازا کروچی اکی الماس بله امی چوپلوسا درور هم چوپلوسکا دیگه افزانم پیشوش من تجاوز کنم لعنتی حیوانه همه چینجیز و جمعش همه تجاوز کنی و همه چیزا را بمونه اگر یکان چیزا 10 دقیقه دا بتونی بگو برای که بگیم که برنامه امروز طولانی نمیکنم برادر عزیز همین چند نفر که هستم اینا قبول میکنم بگیم تست خداحافظی میکنیم تا نماز شما من اینجا میمونم بگیم چند دقیقه دیگه بعد خداحافظی میکنم به همین خاطر اگر یکان چیز گفتنی باشه مرحمت بگه 1 دقیقه برادر عزیز میریم برادر رو برمدم خب فاروق نوزاد الماس اگه مقصد بچه اینترنت چیزم قطعی و نوچی میگیرن همون چی قطعی پروگرام در اومدگیم همون چسبید پارتو فیصل و پاکوچیت کردن در اومدم نگاه که الماس با میگمود که همون شخصیت ها زن فرزنداش و مادر پدرش همشون در نزدیک خودشون بودن اپا و خواهر اکا و دادر همه در نزدیک خودشونه الماس ای خوجه های خارجی سو میگیرن مهاجرای امروزه را فری میکنن سو میگیرن جوانای امروزه را فری میکنن سو میگیرن او چون میکنن سری کلیت را الماس یا فکر کن با خدا دروغ است این شخصیت ها دروغ هستن نه من تصمیم خود گرفتم که من دیگر همین برنامه را نمیبرم خلاص من یگان که سپانسیر بود کرده اینا بس الماس اینا خودم پیش خودم برام الماس اینا در پیش تو من میگم باید همین شخص اینا من در پیش تو میگم همین گت مرا زبس کنگی 10 سال ای بای میگذره 10 سال این همی شخصیت ها اگر من تو زنده باشم اینم با والله قسم گوری 24 نهزتیش پیمان ملیش اینم یا 10 سال ای بای میگذره اینم بیکو بوجه که دستی هم در همی شبکه اجتماعی اینا بین اینا میگه ما خودت سخرانیت کن در عصب قیدش کنه سخرانیت کن بعد 10 سال پس برو رو میرم گو که فاروق نوزاد الان میگه پا گفته بود اگر زنده باشه میشه نه 10 سال ای بچه گوری 24 شاید 2010 بود 13 برآمد کنی یوتیوب اثر که تو این 2025 کیش حزب نهضت اسلامش ای 2016 برآمد جکیدن سر که 2025 ای الماس بیزنس میگم که برادر عزیز اگر یگان چیز میخوایی بگو قطعی هوای خودشو بگو خدا نگهبانت اوکی الماس نه الماس بگو که اینا چی گونه که تو میمونی صحبت میکنیم مثال بس میکنیم بسی مثال همی
мисол давлат ма тарафдори ҳукумат давлат пешвои миллатам ту не баҳс мекунӣ чура ӯ шахсиятҳо намемонанд метарсанд барое ки ман шахсан худам бо далели факт мебурам қачавай суҳбат мекунам муҳаммад иқбол қачам метарсанд метарсанд дар куҷо гап занем қадшо метарсанд нем як нигоҳ калмас як кас бироя агар мисол тоҷикистона пазана ку ҳамонро то охира мемона гӯш мекунад агар як кас биро тарафдори ҳамин давлат боша давлат ҳукумат боша валлоҳи қасам биро чоплус мега мебурова чоплус шумо нами як кулесаки иқболш мебуред нами ози кулесаки иқбол буд ҳамин ялле мелеса иқбол мемонаша гап зана ина як тайгаш як кулесаки иқбол ина як тайгаш خواهش میکنم که تحقیر نکنه برادر عزیز خواهش میکنیم که همین کسی که کتیما صحبت کردن الماس بروش به تحقیر به حقارت به دستنو باز نگاه که ما برای مثال تو ای طرفی من ای طرف نباید ما یگان گپ سخت بگیم که همدیگر اون برنجونیم باور بکنه رحمانو به منم به ختم میروه یک کسی دیگه میوید و بعدی وای هم یک کسی دیگه میوید این چیزا علی شونده هم به همین خاطر باید ما کاری نکنیم که بین همدیگر ما یگان کاری بگیم نادرست بکنیم یا که یگان سخنهای قبیح بگیم که بگن که پای توار میروه گپی گنده نه به همین خاطر باید ما نرنجونیم یگان که احتیاط بکنید در سخنرانیتون همدیگر نرنجونید این چیزه خب اینجا کی بود کسی که الماس بومگمو این سخنی ما ده بارو در همی ختم فهمیدگی کسانی که گپی قبه پیشوای ملتی مرا میکنه گپ میزنه کو دونه که منم گپی قبه همون شخصیت میگم کسانی که پیشوای ملتی مرا گپ قبه میگم من میگم 100% حق داری منم زیدم که همون پیشوای ملت شما را یگان کس دشنام که تحقیر بکنه رحمان فتن ها میگم که قانونی بروه خلاص یگان چیز دیگر نه من نمیگم که رحمان قانونی میگی الما قانونی گفتسی او خلق راضی نیست هوای بروه چه دونه آدم شما گفتسی کس باز یه دقیقه بیست های من 2 سال شد مبارزه برده شدم گفته هستم که مردم هم برای شما کودک پلی میتیم سویتون بپل میشه مکتبتون بپل میشه معاشات 5000 بالا میشه بیای سری هم مسئله بیایم مثال مردم دستگیری نکردی برنامه منه مردم نخواست که در اینو سویت باشه مردم نخواست که 5000 سامانی اویلیک بگیره مردم نخواست که تا سینی آخرش نداریم ریشمان یا خری کنه ریشمان الحمدلله ما مسلمانه رنگ اقبال گپ زن همه باور میکنه و اقبال دروش نقاب اسلامی کشدگه که شیطان نمیره گه والله بچه همه من چند بار شد گفته هستم که خواهیش که نگو اگر یگان مشکلی داری به محمد اقبال مرحمت اون آدم سایت داره رنگ من برای یوتیوب نیست سایت مدرای اون مردک کار بارش دیگه میره کدی خیلی صحبت بینی خواهش میکنم میخوادی گپو اینجا دا ستاپ های خب 7+70 برادر عزیز امجا چند بار خیلی وای کردی من نمیخوام که شما را دکس اجازه بمونم که برادر الماس بفرمو برادر الماس امی اکای فاروق یا کی او دمنه یا کی من چوه پیشواش حاجی برای ریش گپ زد چوه پیشواش پیش طالبا میروه کو قچان مینه کو ای برادر عزیز میگه کی برادر الماس بس کن برادر الماس اول نگاه که در دنیا ولی طالبا سر قدرت ماگی نبودن طالبا می اومدن در تاجیکستان لیچنی میکردن وقتی که جنگ میکردن تیر میخوردن همین طرفای ما شهرتوز قبادیان در می اومدن لیچنی میکردن افغان ها میرفتن من شاهد هستم که افغان ها پاسپورت تاجیکی از ناحیه ما دادگیان قطعی همتا من شاهدم من این چیزا دیدگیم من میدونم که اینا چی کارها میکنن ولی طالبا سر قدرت نمیآمدن نه که رحمانوف خلکی
نفری نیست که یک طرفه باشه، این دو طرفه پیشی و بخدا قفانکی برکیه میره پیشی و به همین خاطر برادر عزیز بگیم چند نفر رقمای خط پرسید، یک نفر زنگ زد، من گفتم من خطی و برادرتون فقط استریم صحبت کردگیم، رقماشو ندارم. خطی هم برادرها گفت خطی محمد تقایف خطت با یک نه برادر ترسونزاده را گفت خطی هم صحبت بکنم، گفت یک برادر مبارزه، من ندارم رقماشون، اگر بگیم که بخوایی که به پیونده من میتونم که به پیوندم شما را دیگه بگیم که همین قمیتونم. برادر عزیز من بگیم که آخری برنامه است، من امروز بگیم که طولانی نخواستم که صحبت بکنم برای که دیگه میریم. به همین خاطر برادر الماس قسم به الله در این راه رفته سیم که فقط شرع الله میروم. برادر الماس به نام الله میگم، من نمیگم که این راه خطا، این راه نادرسته، من نمیگم راه 100% پروست استانوفکای من اومده که باید من بفرام. برادر عزیز من اولش گفته بودم به مردم، برادر عزیز من یک برنامه دارم، یک مدت مبارزه میبرم، اگر دیدم ها، اگر نه. برادر عزیز همین مردم زیادش طرفدار رحمانوفه، بیار من از طرفدار مخالفا بیار، چون مخالفا دستگیری یک نفر نمیکنه. من ندیده شدم دستگیری مخالف، همین یگان آدمی که دستگیری داشته باشه. من یکم سرزنش میکردم برادرای مخالفه که شما یگان کار نمیکنی، وقتی که صحبت میکنی قطیشون بعد میفهمی که گپ در گیجای پروستا مردم او طرف شما نگاه میکنه. من گپی کلان نمیگم، آمادم که یک نفر بیارم اروپا، این طرف بیا بسته تماشا بکنه ببینه، بعد با همون انسان میگه که همین الماس ملده استش که با 75 برنامه در 3 ساعتی شده با مردم صحبت کرده. باور بکنی یک بار بیا این طرف ببینه بعد میفهمی. به همین خاطر نیست برادر عزیز مردم بداره پروست چون به خواب گرفتگیان به مردم که تور مسلمان های اونم مسلمان کردنش قینه. به همین خاطر من دیگه یگان چی نمیگم، رحمانوف محقلتون های مرحمت، مخالفا محقلتون های مرحمت، مبارزش در اروپا ای بگیم مخالفا تاجیکستانش ای رحمانوف بگیره. همه که گفتنی هم زیاد صحبت نمیکنم برادر عزیز، خداحافظی میکنم. برادر الماس از همه اکای فاروق برمد خطا گفت که بس کن. من برای همون میگم که اکای فاروق این برادر الماس اگر سری تا بروش کال شود که ایشالله رحمان ایران نمیگرده میریم به تای فکر رحمانوفا او شما یکی برادر عزیزی خلیده که من بس میکنم خلاص چاپلوس میشم، خیلی گپ نیست. من مبارزم در گپم ایستادگیم بریم این مردم اگر جمع شید من یکم نفره که در همین میدان میدرویه، ولی مردم برادر الماس اگر اروپا برادر عزیز دیگه که داریم میگن که اینا اروپا نمیان. من قسم خوردگیم که یکم نفره که بین همین مخالفا یکم تاجیکستان میره و آدم من حاضر آماده ام برم. نه که بسیار انسان ها خواستن گپ چپ کردن، گپ صاحبش میوه. من به خدا قسم آماده ام حاضر برم، حاضر اینمی همه مخالفا پیش میتونم برم. نه که من ندیده شدم طرفدار ایزد امان همه زیاد نهضت بسیار طرفدار داشت. 18,000 آدم یگان محل نه نهضتیه تماشا کرده نه 24 را 18,000 19,000 آدم پرمای افیرش را تماشاش میکرد.
این مردم کمک کرد. امروز اون مرده که بردن زندان کردن یک کس ایزد اما نمیگه. ای برادرو شما را کمک کرد در محل کرونا ویروس حکومت همین کار کردگی نبود برای شما. نه که امروز ایزد اما در ذلت ای شما کیف کرگشته یا تا فکری همون انسان رو نمیکنی. یک برادر دیگه بود بگیم گفت که من آمادم اجای ایزد همون برام زندان بشم، همون بچه رو بردگی زندان کردگی بیدن، من نه خبردار شدم. باور بکنید به همین خاطر برادرای عزیز ما قدر تیور کردن نمیتونیم. ما همون قدرهای تیور را دست دادیم. ما کاری نکردیم که به مثل چند برادرایی که بردن بگیم شاکرجان حکیموف و مثل چند طبقه برادرایی که بگیم که اینا دیپلمات بدن گرفتن بردن زندان کردن صدا بلند نکردیم. باور بکن روز انقلاب در تاجیکستان هممون اینم تا دو تا سه تا دنیا را وضعیتش تغییر خورده شده. دنیا را به همین خاطر برادرای عزیز یگان کار کردن در کار با گفتن اگر میشید تا 2022 یگان چی میشید. ای 2022 قضا شده اگر انقلاب تغییر دادن رژیم در تاجیکستان این چیز قضا شده اگر باید که حتما این چیز باید بشود. راست من پیشنهاد کردم مردم ممکن قبول نکرد یا که اهمیت نداد. ما را 400-500 نفر بگیم که زیاد تماشا نمیکنن. من حیران میشم. یک دیروز بود که بود اینستاگرام در اومدم 13000 بگیم که همو شهرامک امریکا تماشا دارن. 13000 آدم در اینستاگرام شهرامک تماشا دارن. ای برادر عزیز شما شهرامک چی میگیره؟ اون چطور وعده داده شده زندگیتون درست نشه شما مثل همون تماشا میکنی. مرده یا بلاگره میبروه نمیدونم خودکشی یک کارشه بگیم که کرده شده بگیم اینستاگرام سوم کار کرده شده خلاص یکگان چیزی دیگر نیست. شما میدروه و آدم راست پلتم کار میکنه. من نمیگم نره دستگیری نکنه شهرامک تاجیک ما باید دستگیری بکنیم نه که پروست در یک چیزایی که به دولت به ملت فایده نداره 13000 آدم تماشاش میکنه. یک آدمی که میخواه که یک دیگرگونی برای بگیم که هموطناش بکنه 500 نفر تماشاش میکنه. یا که او روز همین روز بود برنامه 60 دقیقه برادر کیه سلیم جان قطعی کی بود برادر علیم شیرزمان صحبت داشتن باور بکنید 100 آدم تماشا داره. به برادر عزیز بعد شما میگه که مخالفای خیلان مخالفو یگان کار نکرده شدن. مخالف در برش نباشی مخالف یگان کار کرده نمیتونه. ما تنها نامون مخالفه دیگر دبرمون نیست. بیاید دبر ما بستیده یگان کار بکنید. وقتی دعوت میکنن نمیکنه من میرم ولی چندش میگه که دل چند نفر بعد میمونه. برادر عزیز من تا مردن من مبارزه نمیبرم زیدی رحمانو. من برنامه دارم. برنامه من گفتم اگر مردم دستگیری کرده من همین کار رو میکنم. نکرده یک مدت این دیدم که مردم من دستگیری نداره. واقعا بار که چند برنامه های بود که من با چند برادرها ما صحبت کردیم نقشه کشیدیم که همین کار رو میکنیم لیکن متاسفانه نشید برای که این مردم نمیخیزه یگان کار نمیکنه. برای چی من خدمت غم بتیم ای قضیات من دیگه خدمت غم دادن نمیتونم. برادرم در زندان مادرم ای قبادیان بیرون برمدن نمیتونم. ولی بازم همینجا خیلی باید بخپن که بازم همون زمین نمیدونم برادر من یکم برای خودم مبارزه برده شدم یکم درجه دیم بعد برای
همسایه ما، هم قشلاقی ما، هم ده ما، هم رایون ما، هم ولایت ما. بعد برای چیز وقتی که من شرایط ما نادرست کردگی حکمت، وقتی که برادر ما زندان کردگی ناحق، مادر من را ناحق پشتی من هر روز عدل میبرند، مثال خش تبارهای من را مثال میبرند. برای چی؟ برای چی؟ سوال. شما یک بار حق داره که شما بپرسه که همون بچه در کجای. من آشکارم رقمای تلفنم هست، فیسبوک دارم، یوتیوب دارم، بگم رقمای تلفنی من در جهان معلومه. شما دیگه حق نداره که برین یگان خانگی ما را غم بتین یا که خانگی خشتوار ما را. من به خود یگان کس فشار آوردگی نیست، ولی با خیترا نگیرن که بوده اینا فشار شو آوردن پرتاف مبارزه را. نه، من ضد رحمانوفم. درسته؟ من نمیخوام که بگیم دیگه همین خبر رو با دیگه یه چیز زندگی میگن. اگر کسانی که در اروپا باشن یا میای یا مدت تو بگیم که یگان کار نمیکنی، تو تنها میخونی، بعد پروسس ها را که میگذری، بعد دیگه میگن که اگه جوره خیلی خوردی خواب رفتی، اگه مرهمه برای که خفای کارت بشه. برای همین خاطر دیگه وقتی که آدم میرود 10 ساعت کار میکنه، بگیم تا 12-13 ساعت بگیم در کار میشه. 1 ساعت میره، 1 ساعت 2 ساعت میای. به همین خاطر دیگه وقتی نمیشه که دیگه سر تا بخوری. به همین خاطر من دیگه این برنامه ها را پیش بردن نمیتونم. اگر کسانی که میخواهند ببرن برنامه را پیش ببرن، همین ایده را، من آماده ام. همین یوتیوب کانال به تیمش، همین کامپیوتر، همین چیزا را. نه که اگر نباشه این کانال یک برادر ساختگیه، ممکن که کانال مسپارم در صاحب اصلیش بگیم. همین قبل برادر عزیز، من گفتم که 1 ساعت صحبت میکنیم، اینم متاسفانه زیاد چید. اگر یگان چیز آخر سخن گفتنی باشه بفرما. خداحافظی میکنیم برادر عزیز، میریم. برادر الماس اگر اجازت باشه، این من طرفدار رستم. اما اگر فاروق عبدالله یک سوالش دیم اگر اجازت باشه. فاروق همینجا باشه میکروفون تا که نیسته. گپ زن این فاروق شما خودت. گپ زن. آقای فاروق، السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. این من طرفدار رستم. رستم در سر قدرت بیاید، بگه که مردکا را کرتای زنکی پشونه ببرن در پیش من ارغش بروند، ترا بیارن کرتای زنکی پشونن ارغش میره در پیش رستم. انا که نگاه که الماس یک گپی گفت که دیتسکی گپ. این اگر عقل داشته باشه همیست زنچ تو یک گم همسبق همی اقبالی ده گلبای اینم گو گوش که آقای فاروق، اینم گو گوی کلون. اگر گو نباشه همی سوال است، همی سوال که تو بتی آقای فاروق بس جا اینم گو گوی کلون همی سوال است. گوی کلون نمیدین من گلبایی خبگو گلبایی گو برو گلبایی تمام که مردم دا گپایی سوش نبا alma همین سوال بکی تو گفتم بابور سنگی در سودا های میدن در دستایی. الماس همجایی گوش کیا بور الماس همین تو پایا بگو که نخو همین سوال تبتی اینا یا دیونه که اینا بی عقل اینا مبارزاش ما اینا میخره بمرین بامونتون برین پاد خرابچیکو برادر عزیز، گوش کیا بور آقای فاروق. تمام آقای فاروق خود برفت و فکرم که قهر کرد. خب
برادر عزیز 7+70 خدا نگهبانت برادر عزیز. من آخر سخن میکنم. زنده و سربلند باشی برادر الماس. تماشا میکنم برادر عزیز، خدا نگهبانت. خب برادران گرامی قدر، من چی گفتنیم آخر برنامه، کسانی که دستگیری کرده ای روز اول تا حاضر انشاءالله که در حقتان دعا گوییم برادر عزیز. اگر کسی که رنج آمده باشن بخشش میپرسیم انشاءالله که به امید پیروزی. دیگر گپ زیاد نمیکنم، کار کردن در کار که خودمون بسازیم برادر عزیز، راست وقت نگذرونیم. باور بکنه تنها ایوب نیسته که تا دیدار در تجه. من زید نیستم، من میخواهم که تاجیکستان برم. این خیلی گپ نیست که من نمیخواهم من تاجیکستان رو بعد میبینم. اگر حکومت به شرطهای من راضی میشوه، آزادی من میتیه، یگان مشکلی نیسته. من بتونم که آزادانه کار فعالیت بکنم، حق و حقوق من پایمال نشوه. چون من نمیرفتم، این مردم نمیخواسته است. این مردم ده همیشه خیلی هست، همیشه درست بده. در من این درست نیست. همون چیزها درست کشیدن چی به ما نمیریم؟ 100% میریم. من وطن ما از شما تا زیادتر دوست میدارم. من برای وطن مادرم میتونم که پولاد الندر بشم، برای برادرم آمادم مایکل سکوفیلد بشم. به همین خاطر برای دو چیز من مبارزه خواهم برد. سلاجه رو که نمیستم. راست برنامه ها نمیروم خلاص. در من یک مقدار بگیم که سوم در کار بده، آدم نه آدمشید نه سومش. من دیگه میرم خفای کار میشم. انشالله که من او پلا پیدا میکنم. او 2-3 سال ده انشالله که من این چیزا پیدا میکنم. من پیدا میکنم، بازم یه بار دیگه مردم میگم که دعوت میکنم. اگر رفتم خوش به حالشون، اگر نه دیگه امام مهدی اجداد میکنیم که که بیاید و بعد آزادی برای ما بیاید. به همین خاطر برادرای عزیز بازم یه بار دیگه میگم که کسی رنج مونده باشیم از برای خدا ما را ببخشید. این دنیا خوش موندگی نیسته. باید کار نکنیم که همدیگر خفه باشیم. نه همیقه یگان چیز دیگر نه. پروسته آدم و آدمگری انسان بودن در کار، یگان چیز دیگر نه. باقی خدا نگهبان. دیدارا در تاجیکستان. سلام علیکم و رحمت الله.